سلام دوستان عزیز، چطور هستین؟ انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، در ادامه ویدیوی قبلی، در ادامه ویدیوی پروژه تیمنی دیگه ما پیش میریم و در سرک سیوم پروژه خیمنی هستیم. ببینیم که تا کجا میرسیم، تا سرک اول یا چهارراه ناصر خسرو میرسیم یا نه. دیگه در ادامه ویدیو همراه ما باشین. بازار بزرگ تیمنی رو دوستان عزیز میریم که ببینیم و زیبایی هایش که وقت میوه همچنان است. هر میوه فعلا در بازار پیدا میشه دوستان عزیز. این قابلی های دوستان عزیز کال خوراک 50 افغانی میگیرن، دیده بعضا در موترها هم میبرن. یعنی منظوری که بعض از آشپزخانه هست قابلی پخته میکنن، در بازار در موترکای باربری به فروش میرسونن. باز بعدن یا که چی میگن شمو میمانه فروخته نمیشه، باز اینا رو شب در کوچه ها میرن، کوچه های خیرخانه، کوچه های ایجا میگردن. باز خوراک 20 افغانی یا کمتر، حتی 10 افغانی هم به فروش میرسه و مردم باز منان شوق میخرن و گرم میکنن و میخورن. میگه باشین که دوستان از این موتر همچنان برای ما تو باز میریم کم کم. خوب دوستان عزیز، به اجازه تون یک آب خوردم که آدم ای تشنه میکنه گرمی دوستان عزیز. دیگه ما تو برای خود ادامه میتیم و به پیش میریم. دیگه در ادامه ویدیو همراهی ما باشین. کراچی ها رو میبینین دوستان عزیز که در دو طرف سرک ماندگی است و همه چیز دارن، از حال بالا و گیلاس و همه تربوز و خربوزه گرفته تا سیب و ناک و زردالو و همه چیز. دیگه پیشتر که بریم دوستان عزیز، اینجا بازار بزرگ بود، خیر نمیفهم چرا کم شده. اینجا بازار بزرگ بود دوستان عزیز، دو طرف از این پر بود از کراچی ها. بار قبل کاملی مگر یادتان باشه. حالا خوش که خالی است. ناحیه به احتمال زیاد جمع کرده و اجازه فروش در این ساحه را نداده بر از سی مردم. یعنی کم کم یک چند تا کراچی است، اما یا آماده فیر هستن که جمع از کلچیسشان که ناحیه بیایه و فرار کنن. یک کراچی نیست دوستان عزیز، اینم باسکل سوار میگفت یک کراچی نیست. ما فکر کنم به امید سودا آمده بود، میخواست سودا بخره، متعجب شد که چطور یک کراچی نیست. شاید چند وقت زیاد شود، چون بار آخر در اوایل بهار آمده بودیم اینجا. همین سرک دوم دوستان عزیز این فرصت است. هیچ باورم نمیشه که تیمنی به این فرصتی من دیده باشم. این بازار بسیار بزرگ داشت، طرف راه رفتن نمیشد اصلا. دیگه چیزاش در جایش باورتون میشه که سرک دوم باشه دوستان عزیز و هیچ کراچی نباشه؟ باور من اصلا نمیشه، چون که تیمنی قسم نبود، جمع کرده تمام کراچی رو. یه سرک دوستان عزیز اصلا موتر در خوردن نمیتونست، یه سرک که مکملا بند می بود، ترافیک می بود. اینجا ببینین یعنی سرک دوست، هیچ باورم نمیشه اصلا که سرک دو تو فرصت و خلوت باشه. این طرف کراچی ها بود دوستان عزیز، کلا سیمساری فروشی ها بود، عینک بود، بعد لوازم خورد، تمامش به احتمال زیاد ناحیه آمده و جمع کرده دوستان عزیز و گفته که پیاده رو است و در پیاده رو شما حق خرید فروش ندارین. اما فروشگاهش قسم سابق دوستان عزیز اون هست، فروشگاهاش هست اینجا بین مردم میشینه ای واسه کراچی ها، اون حتی خواب میکنن.
این مارکت ها دوستان از هیچ معلوم نمیشد، به خاطر از اینجا کراچی ها بود، کراچی ها باز پرده زده بودن بالای خودشون هفته و نبیه هیچ معلوم نمیشد. حالا تازه من این فروشگاه ها رو میبینم که قدر بزرگ و زیبا هستن. خب به هر صورتش کار نافی است که جمع کرده و برده. جالب از دوستان عزیز برای من بخی تصم خنده میگیره، چون که اینجا هیچ وقت به این اندازه فرصت نبود و من ندیده بودم اصلا که به این اندازه اینجا قدر جمع جور و فرصت باشه. تا اینجا دوستان عزیز بازار بود، بازار تا اون پیشتران بود، باز اونجا خلاص میشد و سرک فرصت میشد، اما حالا سرک دو هم متفرصت است. این طرف ها دیگه باز فرصت میشد، تا اینجا هم بازار بود، اما حالا بازار نیست، فقط چند کراچی میوه و ترکاری است خلاص، وگرنه بسیار بود دوستان عزیز. این هم دوستان عزیز سرک اول پروژه تیمنی هست که در تصویر میبینین. باش میسه یک دست سایه بیم که هوا بسیار گرم شده. آفتاب دوستان عزیز که سر آدم بخوره می گرمی رو چند برابر میکنه. خب چون یک حرارت از پیش حرارت هر قسم که باشی این گرمی خود داره. و در نزدیکی ما هم دوستان عزیز اون قسم که میبینیم چهارراهی ناصر خسرو بلخی هست که یک قلب بزرگ سرخ رنگ شهروالی کابل اینجا ساخت و همونطور مقبول و زیبا جورش کرد و در شب یک نمایی کاملا خاص داره. اگه چراغاش روشن باشه نباشه دیگه بازم تو تاریک است و حتی نمای روز خودم باز نمی داشته باشه. خوب دوستان عزیز در اول ویدیو من گفتم که یکی از توطئه‌های قلب چهارراهی ناصر خسرو که در تصاویر من دیده بودم کشیده شده بود، بیرون شده بود. حالا میریم از اینجا میبینیم که شده واقعا، یعنی میگم دوستان عزیز بی‌نظیر برنگ هایل یا همون حالا روسی بی‌نظیر. و بله دوستان عزیز یکی از توطئه‌های قلب چهارراهی ناصر خسرو کشیده شده. دلیلش هم نمیفهمم، دلیلش شما میفهمید بگوین که چرا یک قسم شده.
میبینین دوستان باز باید بمون اما یک دوتا از قلبش از سمت چپش که ما روان هستیم کشیده شده. خب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.